سخت بود اما بالاخره تصمیم گرفتم برم تو دلش. برای همین شروع کردم به تمرین کردن مداوم. اصلا چی شد که این تصمیم گرفتم؟ مسیر راهن تا تجریش با دوچرخه سربالایی حدود 17-18 کیلومتر. خیلی وقت بود از دوچرخه استفاده نکرده بودم و از این دوچرخه سواری دور شده بودم. از طرفی هم خیلی دوست داشتم از پایین تا بالای خیابون ولیعصر رو طی کنم، اما بدون ماشین و اینا. کلا این خیابون حس خوبی میده بهم و حرف برای گفتن زیاد داره. از جنوب شهر تا شمال شهر بگیر تا افرادی که اینجا زندگی کردن و از دنیا رفتن. بعد از حدود 1 ماه تمرین مداوم و یک کاهش وزن 5 کیلویی رسیدیم به روزی که میخواستم برم. ساعت 5 از خواب بیدار شدم، کوله رو چیدم، صبحانه رو خوردم، دوچرخه رو برداشتم و رفتم. محمد رضا منو برد تا میدون راهن. مهدی و حامدم اومدن تا بتونیم تصاویر بهتری بگیریم. ساعت الان 6:10 است. اول توی میدون راهنی دقیقاً ساعت 6:10 حرکت کردم. اول تو ذهنم این بود که منیریه استراحت کنم، اما وقتی رسیدم اصلا خسته نبودم. به خودم گفتم باریکلا برو که رفتیم. اما خبر نداشتم جلوتر شیوای بیشتر مداوم منتظرم هستن. خوشحال رکاب زدم تا رسیدم اول یوسف آباد، اولین سربالایی تون. با خودم میگفتم برسی ونک تمومه، برسی ونک تمومه، برسی ونک تمومه. بعد ونک گازشو میگیری و میرسی تجریش. وقتی رسیدم ونک تازه فهمیدم خب سربالایی اصلی ایشونه. از ونک تا پل پارکوش سربالایی بدترم شد. دقیقا موقعی که قشنگ خسته شدی و به خودت گفتی تمومه، خیابون ولیعصر میگه تازه شروع شد. البته این تیکه خیابون خیلی قشنگ بود، پارک ملت کنارم بود و هوا هم که حرف نداشت. برای این پروژه ما رفتیم بازار دوچرخه هم گشتیم. مغازه‌های اصلی رو پیدا کردیم، جاهایی که دوچرخه‌های برند میفروشن، مثل جاهایی که جاینت میفروشن، اسکات میفروشن. با یه سری از حرفه‌ای‌ها آشنا شدیم و فهمیدیم که خرید دوچرخه همچین کار راحتی نیست، کلی جزئیات داره، کلی چیزای مختلف باید بلد باشی و یاد بگیری و حتما باید با یه حرفه‌ای بری یه دوچرخه حرفه‌ای بخری. ما از بازارگردی دوچرخه یه ویدیوی کامل هم درست کردیم که توی یوتیوب گذاشتیمش. میتونید برید اون ویدیو رو ببینید، احتمالاً به کارتون میاد. خلاصه این قسمت هم با هر بدبختی بود تمامش کردم و رسیدم پارکوی دوست داشتنی. 14 کیلومتر و 600 متر. اوریج هم 4.5 59. دقیقاً. چجوریه وضعیت؟ خوبه، خسته شدم. بلند. میگم خوبه، خسته شدم دیگه. کمرم عضلاتش یه ذره خسته شده، ولی در کل اوکی ام. هر شود که اینجا هم داشتم بیارتی رو میومدم، یه دفعه بیارتی اینجوری از اون ور اومد، کل بیارتی رو بس دیگه. اومدم از این ور از تو خیابون اومدم تا اینجا. شما بعد پارکوی انگار توی یه خیابونی از بهشتی، درختای بلند، کوههای توچال، هوای بی‌نظیر و سرپایینی که خیلی وقت منتظرته که جایزت رو بده. بالاخره انجامش دادم. این تارگت من برای خیلی از حرفه‌ای‌ها راحته، ولی رقابت من با خودم بود و بس. اینکه روتین تمرین کنم و برسم به هدفی که برای خودم گذاشتم و یه تیک هم برای خودم بزنم. 1 ساعت و 10 دقیقه، 17 کیلومتر و 250 متر. اوریج هم حدود 15. الان ضرب قلب 928 بار خیلی حرف کرد و جایزه به خودمون چی بدیم؟ من نظرم اینه که بریم سدنکی. ما برای اینکه این پروژه رو انجام بدیم 1 ماه تمرین کردیم. دلیل اینکه این پروژه رو من می‌خواستم انجامش بدم این بودش که یه بهونه‌ای برای تمرین کردن باشه. 1 ماه مداوم دوچرخه سواری کردم، کلی تمرین کردم. توی این 1 ماه من نزدیک 5 کیلو وزن کم کردم و پکیج این کارها حس خوبی به آدم میده. آخرش هم که یک مسیری که مسیر جزایی بوده حداقل برای من و اومدم و انجامش دادم و خیلی اوکی هم. دم همه گرم.